خب من برای شروع رج بعدی با رنگی که میخوام عوض کنم، ببینید من نخی که پشت حلقه ای رو که برده بودم پشت رو میتونم نگه دارم. قلابم از داخلش در میارم از اینجایی که میخوام بافت بزنم. ببینید قلابم رو میبرم پشت، این حلقه رو میگیرم، نخمم چون نیاز ندارم دیگه قیچی کردم. ببینید نخ جدید رو یکم بلندتر میگیرم و با این از این قسمت بیرون میارم. ببینید هم از داخل اون حلقه ها بردم بیرون، هم از وسط پایه. یک زنجیره میزنم چون پایه بلنده. میتونید 3 تا زنجیره بزنید، میتونید این کار رو بکنید. من این نخ رو یکم بکشم. همراه بافت نخ ها رو با خودم میبرم. گفتم اینجا پایه ذرتی زده، به این صورت یک پایه یه حلقه روش، یه پشت قلاب میندازیم همون جایی که این پایه رو زدیم. ببینید دقیقاً همون جایی که پایه رو زدیم. دوباره نخ میگیریم، یه پایه نیمه میزنیم. به چه صورت؟ 2 تا از یعنی مرحله اول بافتمون رو انجام میدیم، نگه میداریم. دوباره یه دونه دیگه کنار همونا پایه بلند میزنیم، مرحله اولش رو انجام میدم و نخ رو نگه میدارم. این شد 3 تا حلقه روی قلاب. هر 3 تا رو با هم یکی میکنم. هر 3 تا رو با هم یکی کردم. توی عکس مشخصه که هیچ زنجیره‌ای بینش نیست، اما اگر دیدید که بافتتون بعد از اینکه مقدارش رو بافتید و دیدید بافت داره جمع میشه، یه زنجیره محکم بینش بزنید، ولی زنجیره توی بافت نداره. خب میریم برای تکرار همین کار. دوباره پشت قلاب میندازم اینجا. خب چون اولیش به این صورت بود لازم دونستم یه بار دیگه توضیح بدم. ببینید بین پایه ها میزنم، اینجا نه، بین پایه، چون باید پایه ها رو از هم جدا کنیم. اینجا میزنم، نخ ها رو با خودم میارم که پشت بافتم هم تمیز باشه. دوباره ببینید به این صورت 2 تا پایه اول رو رد میکنم و قسمت آخر کار رو نگه میدارم. پشت قلاب میندازم یک بار دیگه، این 2 تا نخ اول رو رد میکنم و نگه میدارم. این 2 تا و اینم 3 پایه. 3 تا پایه رو با هم یکی میکنم به این صورت. به این صورت. دوباره بعدی به همین صورت 16 تا پایه ادغام یا 3 تا پایه ذرتی فندقی، نمیدونم واقعا انقدر اسم گذاشتن روش که آدم. دوباره یه بار دیگه بگم، یه مرحله از پایه بلند انجام میدیم، نگه میداریم، یه پایه دیگه از 2 تاش عبور میدم، دوباره مرحله آخر رو نگه میدارم و پایه سوم اینم نگه میدارم. بعد هر 4 تا نخ رو با هم یکی میکنم. این رج رو هم ببافیم تا برسیم به انتهای کار.